وقتی که رسول اکرم از دنیا گذشتند، ابوبکر میگوید من برای طهارت کردن به خانه رفتم. این زمان بود که میگوید دروازه من تق تق شد. یک شخص نزد دروازه فریاد میزند ابوبکر. وقتی میبرایم چی هست، چی گپ است، نگاه میکنم چهره این انسان الکه چهره گویم که ترسوره هست و آوازش کنده کنده میبراید، سخنرانی کردن میتواند. گفتم بگو چی خواست داری، چی درخواست داری؟ گفت ابوبکر حبیب خدا از دنیا گذشت. ابوبکر میگوید وقتی که این سخن شنیدم دیگر این اون جسارتی که ابوبکر صدیق داشت، میگوید دیگر پام از زمین کندن نمیتوانستم. به معلم ماندم، به نصیحت کننده ماندم، از جای خود خیستم. میگوید چگونه؟ میگوید به خانه حبیب خدا رفتم، به خدا قسم میگوید فکر میکردم که زمین اطراف من دور میگردد و همچنان بود میگوید که گویا که آسمان نمیبینم. آمدم به خانه معلم. یک زمانی جدایی که از او شدم جان به حق تسلیم کردم. نگاه کردم یک چادر بالای حضرت پرتافتم. عایشه صدیقه در یک کنار نشسته. دیگر طاقت نکردم، چادر را بیرون کردم و خودم را حواله بر روی رسول اکرم کردم و بوی کردم. گفتم ای حبیب خدا، در حیاتم خوشبوی بودی، در وفاتم خوشبوی هستی. و او را میگوید آخرام بوسه از پیشانی حضرت کردم و چادر را در بالای ایشان کشیدم. زمان وقت میگوید به خانه معلم حبیب خدا در آمدم، مسلمان ها اطراف خانه پیغمبر را فرا گرفتند، همگی در زمین افتیدگی بیهوش بودند. کدامیش داد میزند، کدامیش بیهوش است. حضرت عمر میگوید ابوبکر در بیرون کوچه دیدم با این قدر غیرت شمشیر کشید است. میگوید کسی گوید محمد مرد است، قسم به خدا با این شمشیر سرش جدا میکنم، محمد نمرد است. این حالت میگوید مشاهده کردم و دیدم که مسلمان ها رو 70 نشوند، بیرون خانه شدم. تمام مسلمان ها را جمع کردم. گفتم ای مردم مسلمان، کسی که تا امروز محمد را عبادت میکرد محمد مرد، لیکن کسی که خدا را عبادت میکرد خداوند هرگز نمیمرد. اگر چند میگوید زبانم نمیگشت که حتی گویم رسول اکرم مرد، همین به خدا قسم زبانم گفته نمیتوانید. لیکن برای روحیه مردم مسلمان شکسته نشود، برای مردم اعلام کردم. در حال میگوید مصلحت کردم، فریاد زدم، آن یاران پیغمبر خدا را، آن اصحاب رسول اکرم را همگی را فریاد زدم، مشورت کردیم چگونه تکفین و تجهیز رسول اکرم انجام گیرد. اینا چگونه کردن در کار؟ جنازه اینا کی میخواند؟ جنازه این در کجا میشود؟ اینا که تولدش مکه مکرمه از جان در مدینه سپارید است، مکه بریم یا شام نزد حضرت ابراهیم بریم که همیشه ابراهیم یاد میکرد، کجا بریم؟ اختلاف در بین مسلمان ها سر زد. کسی نمیداند که با رسول اکرم چگونه معامله کنند. همه یکدیگر را گم کردند. ناچار میگوید حضرت عمر گفتند، ابوبکر گفتند بیاید، گفتم پیشنهاد دارم، پیش از آنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاک سپاریم، پیش از جنازه ایشان باید خلیفه اعلام کنیم. ابوبکر میگوید قبول کردم. در حال نگاه کردم که در اطرافهای مدینه گرد حمایی ها جمع شده بودند. هر یک آدم یک نفری را پیشنهاد میکرد. مردم مدینه میگفت که یک نفر از ما میشود، یک نفر از مکه مکرمه میشود، دو تا خلیفه اعلان میکنیم. لیکن خدا رحمت کند حضرت عمر رضی الله عنه را، جسارت و غیرت ایشان هیچ طاقت نکردند
گفتن نه. گفتن شما میدانید که افضل ترین انسان رسول اکرم بعد خودش ابوبکر اعلام کرده بود. شما میدانید که در یکی از ستونهای دین که نماز است و این شعار اسلام ما بود، رسول اکرم کی را توصیه دادند؟ گفتن ابوبکر را. پس مادامی که در ستون دین در یکی از عبادتهای خیلی مهم مسلمان ها ابوبکر که پیش در آمده باشد، پس باید که در احکام دنیوی ما هم ابوبکر سروری کند. مقصد وقتی اعلام